برای مشاوره اومده بودین، من در خدمتتون هستم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. بله، من برای مشاوره اومده بودم. واقعیتش من یه جایی دارم کار میکنم که از شرایط کارم راضیم، یعنی حالا نسبت به جاهای دیگه‌ای که بودم و نسبت به چیزایی که شنیدم شرایط ایدئالی داره، اما دو تا مشکل بزرگ داره، یعنی دو تا ایراد داره که این دو تا ایراد خیلی اذیت کنندن. یکی اینکه من اونجا روزی که رفتم صحبت کردم، حالا بدون اینکه پیشنهاد منم بوده باشه، خودشون گفتن که یعنی اینطوری بود که سمت منشی و دستیار و اینا سوپروایزر همه جدا بود. سمتی که به من دادن رو خودشون مشخص کردن به عنوان منشی و خب من هم قبول کردم. تجربه خیلی زیادم که دستیاری نداشتم، اما بعد از یه مدتی به خاطر اینکه حالا بخش دستیاری خیلی جذاب بود و اینا، رفتم اونجا شروع کردم به یادگیری کنار دست بچه‌ها. خودم هی مثلا دنبال یادگیری و اینا بودم، یاد گرفتم، اما نه به این عنوان که من باید دستیار هم وایسم. یه شرایطی پیش اومد که ما نیرو نداشتیم. من یه تایمای هندل می‌کردم، پزشک اضافه می‌شد یا مثلا بیمار اضافه می‌شد، بیمار زیاد بود، من میومدم بچه‌ها رو کاور می‌کردم به منظور اینکه کار تیمیه. اما بعد از یه تایمی به بعد انگار این جزء وظایف من شد، انقدری که دیگه من از چیزایی هم که نمیدونستم از من سوال میشد. اصلا تو بخش دستیاری بود، یه نفر دیگه یه اشتباهی رو انجام داده بود، من باید جواب میدادم، در صورتی که نه جزء وظایف من بود، نه به سمت منشی ربط داشت، نه هیچ چیز دیگه. مورد بعدی هم که خیلی اذیت کننده است اینه که ما نیروی خدمات داریم، یعنی به صورت روزانه، حالا به خاطر لود بالای بیمارها نیروی خدمات روزانه میاد، اما یه تایمایی که حالا ایشون به هر دلیل نباشه، مسافرت باشه یا کسالت داشته باشه نیاد، اینطوریه که کارا رو بچه‌ها باید انجام بدن. بعد خب ما کلا 2 تا اتاق داریم، اتاق کوچیکه و بچه‌های دستیاری اینطوریان که بدون اینکه کسی اینو مشخص کرده باشه اتاقای خودشون رو انجام میدن و خب کل بخش پذیرش و آشپزخونه و بقیه جاها میمونه برای من. و من یکی دو بارم که این موضوع رو گفتم اینطوری بود که انگار مثلا کس دیگه ای بخواد جای ایشون بیاد یا حالا جایگزین داشته باشن وجود نداره، مثلا چون ایشون نیست خب خودتون انجام بدین. حالا مثلا مگه چی میشه خودت انجام بدی؟ حالا مثلا این موضوع برای زمانی که ما یه تایمی بیمار نداشته باشیم یا مثلا بخوایم خودمون انجام بدیم اوکی، یا ولی یه تایمی مثلا ما خودمون تا آخر وقت بیمار داشتیم، بعد مثلا من 1 ساعت 2 ساعت هم باید بشینم این کار رو انجام بدم. مثلا من شبایی شده ساعت 11 من مثلا تازه از مجموعه خارج شدم به خاطر این مورد. مشکلی با انجامش نیست، کار تیمیه، یه وقتایی میشه کاور کرد، ولی اینکه به عنوان این باشه که خب باید انجام بدی وقتی نیست ما چی کار کنیم، یه ذره اذیت کننده است، مثلا از نظر رفتن و اینا. من قبلش سوال بپرسم، قراره که از اون مجموعه خارج بشید؟ باید، من دوست ندارم خارج بشم، یعنی کارم رو دوست دارم، محیطش رو دوست دارم. میخوام بدونم که اگه آخرین مرحله اینه که خب هیچ راه حلی وجود نداره بیام بیرون، میخوام همه تلاشمو بکنم، اگه دیدم نمیشه که خب دیگه مسیر جداه. نظر منو بخواین موضوعاتی که مطرح کردید، حالا نسبت به اون مشکلاتی که اکثر آدم ها دارن و توی مجموعه ازش گلایه میکنن، شکایت میکنن و به عنوان چالش مطرح میکنن برای خارج شدن، من پیشنهاد میدم که این چالش ها رو حل کنید، چون چالشاتون خیلی چالش های سنگینی نیستن. مثلا یکی از چالش های خیلی عجیب غریب واسه دستیارها یا منشی‌ها بحث حقوقشونه، بحث ساعت‌های زیادشونه، بحث توسعه پیدا نکردنشونه و خیلی از موارد دیگه‌ای که یه بحث‌های کلیشه‌ای بزرگه. مشکلاتتون به 2 صورت قابل حله. من از دومی اول شروع می‌کنم، بحث نیروی خدمات. خیلی خوبه که تو مجموعتون نیروی خدمات هست، چون تو خیلی از مراکز نیروی خدمات نیست. پیشنهاد اولی که بهتون میدم، حالا نمیدونم این تو مجموعه شما به چه صورته، من همیشه به مدیران مجموعه ها میگم که نیروی خدماتتون رو سعی کنید سرایدار اون مجموعه انتخاب نکنید، سرایداره رو واسه روز مبادا بذارید. اکثرا سرایدارهایی که داخل اون مجموعه هستن کارهای نظافت یه سری از واحدها دارن انجام میدن، چون یه مبلغی علاوه بر سرایدارشون بهشون اون واحدها میدن و خب برای اونها یه انگیزه‌ای وجود داره، یه جذابیتی وجود داره که یه سری کارها رو انجام بدن و یه سری مبالغ خارج از اون زمان سرایداریشون و خارج از اون ساعاتی که به عنوان سرایدار توی مجموعه حضور دارن بیان سری کارها رو انجام بدن. پیشنهاد من این نیروی خدماتتون رو خارج از اون مجموعه بگیرید که اگه یه روزی نیروی خدماتتون مرخصی می‌خواست بره، کسالتی براش پیش اومده بود، شرط حضور نداشت، اتفاقی پیش اومده بود، بتونید تا جذب نیروی خدمات بعدی اگه دیگه نخواد بیاد یا اگه بخواد موقتی نیاد بتونید استفاده کنید. این نکته اولیه که واسه بکاپ من همیشه میگم سرایدار داشته باشین. حالا ممکن شما اعلام کنید که نه نیروی خدماتمون نزدیک اونجاست، معمولا هم اینجوری پیش نمیاد و
این کاری که در واقع میخوایم ما واسه خدمات انجام بدیم، کمک کنیم به نظافت و حالا کلیت کارها، یه کار مقطعی و جزئیه. من معمولا تو اینجور مواقع میگم فکر کنید مطب یا اون کلینیک یه بخشی از خونه خودتونه، اب نداره کمک کنید که اون کار مقطعی انجام بشه. اما این بدعت نشه خب حالا بچه‌ها دارن انجام میدن دیگه نیروی خدمات ما نمیخوایم، چون سمت‌های کاری و نکاتی که شما بهتون روز اول گفته میشه و مواردی که گفته میشه باید روز اول خدمتتون گفته بشه و بر اساس اون شرح وظایف شما این کار انجام بدید. این نکته اول. در موردی که فرمودید از کارتون راضی هستید ولی اون جذابیت و واسهتون کار دستیاری داشته، رفتین مدرک گرفتین، کارشو گرفتین و اینکه به عنوان نیروی منشی ابتدا وارد اون مجموعه شدید، اگه که اون وظایف نیروی منشی شما دارین انجام میدین، به وظایف دستیاری علاقه‌مندید، برید اون دوره‌شو بگذرونید، تجربهشو کسب کنید و حالا تو مواقعی که دستیاران نیستن و یک ارتقایی به نوعی واسه شما محسوب شده که شما دارن بهتون یک سری کارها رو میدن، پیش قدم بشید برای اینکه اون کارها هم انجام بدید، اما نه خارج از چارچوب وظایف قراردادیتون. اگه قراره که شما در کنار کارهای نیروی منشی قراره که یک سری کارها رو نه به صورت اون مثالی که واسه نیروی خدمات زدیم به عنوان کسی که میخواد یک کاری رو به صورت دائم انجام بده، شیفت وایسه، کارهای دستیاری انجام بده، اتوکلاف کنه، این حتما باید یک جایی از قراردادتون یا الحاقیه بهش بخوره یا به صورت کارانه و امتیاز ویژه برای یک سری از روزهای شما لحاظ بشه. مثال میزنم، فکر کنید شما توی مجموعه هستید و 2 روز 3 روز تو هفته دارین مثلا 5 روز تو هفته دارین به فرض کار منشی انجام میدین، یه روز هم تو هفته ازتون میخوان کار دستیاری انجام بدید و اون روز شما کار منشی انجام نمیدید. خب دیدگاه اون مدیر ممکنه این باشه که خب شما به جای اینکه امروز کار منشی انجام بدین دارین کار دستیاری انجام میدین دیگه، تفاوتی نداره اینا با هم، خب همون ساعت رو داره پر میکنه. نه، همون ساعت داره یه لول دیگر رو داره کارش انجام میده. بحث من این بالا پایین بودن لول ها نیست. بعضی از مراکز بنده نیروی منشی بیشتر از یک دستیار داره درآمد کسب میکنه. بحث سر تسک جدیدی که بهش داده شده و تو شرح وظایفش نیست. اگه این رو بیان نکنید این به مرور جزء شرح وظایفتون میاد و خیلی نمیشه به عنوان یک فاکتور مهم روش کار کنید. ولی اینو باید بیان کنید که من یک سری کارها دارم انجام میدم که خارج از اون وظایف توافق شدهمون تو روز مصاحبه بوده که تو قرارداد قید شده، یا باید وظایف جدید نوشته بشه شما قدرت تصمیم گیری داشته باشید، یا اینکه اگه قراره که این اتفاق نیفته و این وظایف گفته نشه این رو باید تصمیم بگیرید که من با استفاده از این میخوام توی این مجموعه بمونم یا میخوام این مجموعه رو رها کنم و وارد مجموعه بعدی بشم. این به اون دیدگاه شما بستگی داره. و حالا من سوالی که ازتون دارم، این شرایط پیش اومده اصلا با مدیر اون مجموعه صحبت کنید یا اگه مدیر اون مجموعه خود پزشکی هم که دارن کار میکنن باشون صحبت کنید یا خیر؟ واقعیتش من به خاطر اینکه چندین سال اونجا کار میکنم و میگم هم کارم رو دوست دارم، هم مجموعه رو دوست دارم، هم کارفرمامو خیلی آدم محترمی هستن، هیچ وقت اون نشده که این موضوع رو بیان کنم و همش ترس اینو دارم که چجوری بگم که حالا ناراحت نشن یا به هر حال کدورتی پیش نیاد بینمون، چون چندین سال خیلی دوستانه و خیلی محترمانه ما داریم کار میکنیم و واقعیت من اینا رو دلی داشتم انجام میدادم. حتی ناراحتیم از این نبودش که چرا دارم اینا رو انجام میدم خارج از وظایفم، ناراحتیم از اون جایی بودش که اون کاری که جزء وظایف من نیست و حالا به هر حال من چیزی بابتش دریافت نمیکنم، منتی بابتش نمیذارم، دارم انجام میدم دلیه، چرا بابت خطاش مثلا باید حالا خورده‌ای به من گرفته بشه یا مثلا طوری با من برخورد بشه که به هر حال خیلی درست نیستش. ناراحتی من از این قسمتش بود. این قابل درکه، ولی خب حقیقتش اینه که این باید بیان بشه. یعنی اینکه ببینید وقتی شما اینو بیان نکنید بعضی اوقات برای خود من پیش اومده، من تو مجموعه بودم که یکی از نیروهام ازش خیلی مثلا کار میکشیدم، یه سری صحبت‌ها رو میکردم و موقعی که ما خواستیم تمدید قرارداد اینا داشته باشیم اصلا با یه عددی من تمدید کردم و ایشون گفتش که بخوایم من با همین عددی که تمدید کردیم کار میکنم، ولی یه لیستی از کارام من میخوام آوردم که شما ببینید و من وقتی اون لیست رو دیدم اصلا دیدم خیلی با اون چیزی که تو ذهنیت من بود اینا متفاوته. یعنی اینقدر کارا کوچیک کوچیک اضافه شد آدم فراموش کرده که این حجم یا این تسک یا این تعداد از تسک کاری رو یک نفر داره انجام میده. به نظر من شما باید اینو حتما با اون فرد مورد نظر بیان کنید. یعنی
فارغ از اینکه اون فرد ناراحت بشه یا نشه، شما دارید یک سری واقعیت‌ها رو میگید. ناراحتی واسه موقعیه که شما مثلا یه چیزی خلاف واقع دارید میگید. ناراحتی باید واسه اون موقع باشه، ولی وقتی که یه کاری رو دارید انجام میدین و این داخل اون هست و اون مجموعه رو دوست دارید داخل اون بمونید، باید این رو در واقع به صورت یک فکت بیان کنید. و به نظرم چون چیز غیر عادی و غیر ارادی هم نمیگید، حتما اون فرد مورد نظر باید به صحبت شما گوش کنه و این رو حل کنه. اگه هم گوش کرد و حل نکرد، اون موقع شما اونجا هستید که باید ببینید این دوتا خطایی که دارید، دوتا ایرادی که از نظر شما به اون مجموعه وارده و میخواین اون دوتا ایراد رو مثلا شما داشته باشین، آیا باید اون رو انجام بدهید و با اون دوتا ایراد اونجا بمونید، چون جاهای دیگه ممکن تعداد ایراد بیشتری پیدا کنید، یا نه فضایی میتونید پیدا کنید که حتی اون دوتا ایراد هم حذف بشه، یعنی ایرادهایی نداشته باشه، انقدر خوبی داشته باشه اون دوتا ایراد هم اصلا داخلش نباشه. حتما پیشنهاد به این جابجایی هستش. مرسی بابت وقتی که گذاشتید. موفق باشین، سلامت باشین.